سلام بیننده های عزیز، السلام علیکم. من امروز باز همراه شما هستیم. علاقه پی بردید در آمد عید زنان و دختران هستیم. امروز ما گروه شهنان باز یک نوگانی را خواستیم پیشکش شما کنیم که روزها کم ماند، وقت‌های ما نیز کم است و جای‌های ما نیز شمار دارد. شما می‌توانید مادر، خواهر، نزدیکان، تمامی آن نفرانی که بانوان را در جشن عیدشان تبریک گویید و به ما مراجعت کنید. این است نامه‌های ما، این است سراغه ما. به ما مراجعت کنید. ما همراهی خود گلدسته زیبا شیرینی از همه با لذت ترین را پیشکش شما میکنیم. پیشکشی همون نفرانی که صاحب این خیلی تحفه ها میشوند. با ما باشید با شبکه شهنان. دوستان عزیز، آن شیرینی های با لذت از آن قصر شیرینی اوستا پیشکش شما میکنیم در 8 مارس برای مادران، زنان، دختران. البته با ما باشید با شبکه شهنان.